سلام علیکم. مغزه کتنجه مرمد گوشت اینا پوچه جگر دل اینا اکه گوشت لحم گشت نه همین حوض کشتگی اکه حوض و علیکم السلام. گوشت چه؟ گوشت گو گوساله هم گوساله بود گوش نکمش داد گوساله گو هست گوساله مثلا گو هم هست کی کشتگی شو یه همین حوض کشتگی قاشق زنگی کو قاشق هم جمعی گرانه که اینا گوساله اینا دیده 2 کیلو گوشت گرفت 2 کیلو گوشت گوشت لحم 2 کیلو گوشت لحم فهمیده چابل بزنی ای بابا اکه 28 سال اینا گوشت لحم بیو $2 زبای تو ما 2 کیلو گوشت لحم گفتم تو چی دادی 3 کیلو گوشت دادم اکه 3 کیلو گوشت لحم چی دادی مادا یا کجا باید بگی استخوان داره تو هینا خیلی گوشت دارم همه خیلی گوشت دادم چاپلی با مطرح بود چاپلی ای زو این چه خدمی چیه اوله چه بود در کجا بودی کی تو همه رو موندی در اومدی شما ایجا نگیرید اگه چی باید تو چی خلاص اینا چی من اینا چی اینا ایجا نگیرید اگه این چی من همه چیکار تو موندی همینا من نگیرم ما 28 من خیلی گوش بگیرم ما چیه این سوکر چی با ایده با حوزه 28 رو دید با سی بفروشا یا این سوک دیگه باز نده چی خیلی گوش فروش ایده من هیچ کی نپرسی چه اوت اومده ای او این نو خونه رفتو ای مرده ای خوبه ای مرده او نو اخو خستی رفتی کار چی دیست اومدی او وقتی کار ای مرده خیز سهر 2 تا گو شوخی نیسته گوشتا بو میگیرم بعدی و در کار نمیشه یکان کاستا خیزه در میه با پگا سودو میکنیم چه سودو میکنی پگو از خودم گری شوی وای بازار پتاس که بردم اون دکتر همو بازارم خسته اومده از دستم بالا اومد انا همه خیلی کردی چی کردی او گازن یک اومده خیزه این توبه کتاگی نگاه کن این کتاگی شما پشتی من پشتی آتی من فهمیده این کتاگی شما پشتی آتی من بازار زیلیانی آوردم 2 کنگی گفته 2 کنگی گفتم دادم گوشت فروشه یا دادم گفتیم که اگر کانتر گوشتی لحم باشه کانتر که دیگه استخوان مون همش کیو داد 1 هفته 2 هفته من خودم یاد دادم دستی تو بالا نمیدیو چی خب کردی فیا مردک هم نه فیا لطه فهمیدی هم مردک سوست فلوس لطی پالشن خس اوتادو مسوت خس تو چی خیل بچه ای چی گفت همش با چشم خودم دیدم چیه میگی از زمینه ترا چی کپای نگو ما همه خودم دیدم شنیده خاک زمین کردی ما را تو مردکی تو باید مردکی تو نگناموز داری یا نداری پدر جان عصبه خراب نکنید شما وای سخنه زنی من برای من یک ملهم چی؟ ملهم؟ خیرت کلینتون فقط جنگ میکرد در جای کار باشد هم جنگ میکنند و هم میزنند